هستن که فارغ التحصیل شدن اما کار ندارن هنوز. خیلی هستن که هنوز فارغ التحصیل نشدن ولی دارن کار میکنن. خیلی هستن که مدرک تحصیلی شاید نداشته باشن ولی عاشق کارشونن و برعکس خیلی هستن که مدارک تحصیلی دارن اما از کارشون متنفرن. خیلی هستن سالها رو از دست دادن و هنوز هدفی توی زندگیشون ندارن، اما خیلی هستن که شاید یک نوجوان باشه، یک جوان باشه و هدف داره، میدونه باید چی کار کنه. سنش که رفت بالاتر دوباره تغییر مسیر میده و هی دنبال هدفهاش میگرده. خیلی هستن که شاید پدر یا مادر مجرد باشن ولی خیلی هستن ازدواج کردن اما هنوز به انتظار فرزند هستن. خیلی هستن تو رابطه هستن اما دلشون پیش یکی دیگه است. خیلی هستن عاشقن اما پیش هم نیستن. خب این حرفا رو چرا براتون زدم؟ میخواستم این رو بهتون بگم که خیلی از ماها هستیم که وقتی که به اطرافیانمون نگاه میکنیم فکر میکنیم ازشون عقب افتادیم، اما باید بدونید که خیلی از افرادم هستن که از شما عقب افتادن. یعنی هر چیزی در زمان خودش و به شیوه خودش برای شما اتفاق میفته. یعنی صبور باشید برای مسائلتون. اینجوری فکر نکنید که یک ددلاین وجود داره و اگر از اون ددلاینش گذشت دیگه شما فرصت ندارید.